یک کشف از استان کرمانشاه برای تعمیر فرستادن. مشکل روشن نشدن داشت، بررسی کردیم، مشخص شد که پاورش معیوب هست، براشون تعمیر شد. همچنین رسید پرینترشون مدام کاغذ گیر میکرد، براشون تعمیر و سرویس شد. دکمه‌های مربوط به برد رسید هم معیوب بود، براشون عوض شد. کارتخون هم براشون سرویس شد، قطعه‌هاش عوض شد. سیم کشی شده بود، براشون مجدد سیم کشی انجام شد. مانیتورشون هم مدام میافتاد، براشون فیکس شد. کلا این کارت فکر کنم نمونه آزمایشی بوده، به خاطر که کارتخون در واقع جا بزنن در داخل دستگاه. فک کارتخون رو برش دادن، کابل ارتباطی کامش رو به صورت لحیم به برد اتصال داده بودن، خیلی از استاندارد خارج شده بود. مجدد براشون با سوکت براشون انجام شد. این تست کشلس